سلام، به پادکست قرمز خوش اومدید. انقلاب صنعتی یک شبه اتفاق نیفتاد. انقلاب صنعتی در مقایسه با انقلاب‌های سیاسی سال‌های 1776، 1789 و 1867 که خیلی از حکومت‌های اروپایی را تحت تاثیر خودش قرار داد، یک جریان تدریجی و آروم بود. اوایل انقلاب صنعتی فقط به تعداد محدود و معینی از محصولات صنعتی و وسایل و تجهیزات تولید در کارخانه‌ها تأثیر گذاشت و گسترششون به طور ناگهانی نبود که یک دفعه سراسر یک کشور رو تحت تاثیر خودش قرار بده و به تدریج منطقه به منطقه گسترش پیدا می‌کرد. اما این مسئله قابل توجه و مهم بود که تحول اساسی که انقلاب صنعتی در شرایط اقتصادی مردم جهان ایجاد کرد تقریبا از سال 1780 میلادی شروع شد. به عقیده یکی از مقام‌های اون سال‌های اروپا، این اتفاق اهمیتش کمتر از تحول انسان از وضعیت غارنشین به وضعیت شهرنشین نبود. چیزی که صنعتی شدن و ماشین آلات صنعتی به خصوص ماشین بخار انجام داد این بود که به منابع بیجان انرژی حرکت و جان بخشید و فولادهای سرد و بیجان رو به حرکت در آورد و تبدیل به موجود و ماشینی کرد که سریع، منظم، دقیق و بدون خستگی کار میکرد و باعث شد انسانها منابع عظیم انرژی رو که میلیون‌ها سال در زمین انباشته شده بود به کار بگیرند. اما نتایج استفاده از این دستگاه‌ها و ماشین‌های جدید بسیار قابل توجه و جالب بود. مثلا در سال 1820 میلادی کسی که با دستگاه بافندگی که به موتور بخار وصل شده بود کار می‌کرد میتونست 20 برابر محصولی که یک کارگر با دست تولید می‌کرد رو در یک زمان ثابت و مشخص تولید کنه. یا مثلا یک ماشین نخریسی که به موتور بخار متصل بود 200 برابر یک چرخ نخریسی که با دستان یک کارگر میچرخید نخ تولید می‌کرد. یا یک موتور ساده راه آهن میتونست مقدار کالایی رو حمل کنه که در گذشته برای حمل اون نیاز به صدها اسب و قاطر بود. انقلاب صنعتی آثار دیگه‌ای هم داشت، مثل تقسیم کار. قبل از انقلاب صنعتی کارها به شکل تخصصی انجام نمیشد و یک نفر چند شغل رو با هم انجام میداد. شاید شما هم شنیده باشید که در زمانهای قدیم کسانی که آرایشگری میکردن و مو کوتاه میکردن دندون هم میکشیدن. ولی در زمان انقلاب صنعتی این ایده به وجود اومد که هر کسی به شکل تخصصی روی یک حرفه تمرکز کنه که این ایده باعث شد حرفه‌ها و علوم مختلف رشد خیلی خوبی رو تجربه کنه. اما نکته مهمی که درباره انقلاب صنعتی وجود داره تاثیر شگرف این انقلاب روی صنعت نساجی که باعث شد تقاضای خیلی زیادی در این صنعت به وجود بیاد و برای تولید دستگاه‌های نساجی جدید طبیعتاً نیاز به فلزات بیشتری بود و جابجایی این دستگاه‌های نساجی هم که خیلی بزرگ و سنگین بودن نیاز به یک سیستم ارتباطی و شبکه جاده‌ای داشت که باعث به وجود اومدن اونها شد. در کل در اوایل انقلاب صنعتی موجب بهتر شدن اوضاع و احوال جامعه شد. در زمان قبل از انقلاب صنعتی وقتی اوضاع و احوال جامعه بهبود پیدا می‌کرد، شرایط برای ادامه زندگی هم راحت‌تر می‌شد و اقتصاد جامعه هم رشد می‌کرد و جمعیت هم به دنبال اون افزایش پیدا می‌کرد. ولی افزایش بیش از حد جمعیت باعث می‌شد به سیستم اقتصادی و رفاهی جامعه فشار بیاد که این باعث می‌شد ثمره‌هایی که به دست اومده بود دوباره از بین بره. اما بعد از انقلاب صنعتی برای اولین بار در تاریخ بشریت اقتصاد و دانش و قدرت اونقدر سریع رشد پیدا می‌کرد که یک جریان مداوم سرمایه‌گذاری و اختراع تکنولوژی‌های جدید رو امکان پذیر کرده بود و این جریان باعث می‌شد که مسئله افزایش جمعیت نتونه این جریان پیشرفت رو متوقف کنه، هرچند که مشکلاتی برای این جریان به وجود می آورد. بعد از انقلاب صنعتی رشد جمعیت جهان رشد بیشتری پیدا کرد. جمعیت اروپا در حدود 50 سال از 140 میلیون به 180 میلیون نفر رسید و 50 سال بعدی به 266 میلیون نفر رسید. جمعیت آسیا هم رشد انفجاری پیدا کرد و در طول یک قرن از 400 میلیون نفر به 700 میلیون نفر رسید. در قرن 18 تولیدات کشاورزی هم به موازات افزایش جمعیت در اروپا و آسیا افزایش پیدا می‌کرد و این تامین غذا باز هم باعث شد جمعیت افزایش پیدا کنه و هر روز در جهان نیاز به غذا افزایش پیدا کنه و این مسئله در بلند مدت به کشاورزی ضربه می‌زد، چرا که با کشت بیش از حد برای تامین غذای جمعیت افزایش یافته مطلوبیت زمین و خاک کاهش پیدا می‌کرد و میزان محصولات زمین هم به دنبال اون کاهش می‌یافت و این مسئله باعث شد که خیلی از روستایی‌ها و کشاورزها به دلیل عدم بهره‌وری مناسب زمین‌هاشون ضرر می‌کردند و قادر نبودن که هزینه‌های صرف شده برای کشت رو در طول سال تامین کنند. پس یک سیل مهاجرت از طرف روستاها به شهرها اتفاق افتاد
که عوارض زیادی در شهرها به وجود آورد. بر اثر انقلاب صنعتی در انگلستان ظرفیت تولید این کشور به شکل مداوم افزایش پیدا می‌کرد. این تولید اونقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه با وجود افزایش درآمد مردم و بالا رفتن قدرت خرید مردم باز هم خیلی از کالاها فروش نمی‌رفت و مازاد تولید در انگلستان اتفاق افتاد. میزان تولید انگلستان از رشد سریع جمعیت انگلستان هم بیشتر بود و تولیدات این کشور نسبت به قبل از انقلاب صنعتی 400% رشد داشت. این شدت تولید باعث می‌شد که به طبقه کارگر که در کارخانه‌ها و معادن خطرناک و غیر بهداشتی شهرهای پرجمعیت اروپا کار می‌کردند، آسیب‌های زیادی زده بشه. اما نکته این بود که افزایش تولید در عصر ماشین‌ها و انقلاب صنعتی در طول زمان و طولانی مدت منابع زیادی رو برای جامعه به همراه داشت. برای مثال، میزان دستمزدها در اروپا در حدود نیم قرن از 25% تا 80% افزایش یافت. البته این افزایش حقوق رو نباید با افزایش حقوق کارگران در ایران امروز مقایسه کرد، چرا که افزایش حقوقی که امروز اتفاق میفته نتیجه تورمه. ماشین‌های صنعتی جدید نه تنها برای بخش بزرگی از نیروی کار در حال افزایش ایجاد اشتغال کرد، بلکه درآمد سرانه ملی رو هم افزایش داد و تقاضای رو به افزایش کارگران شهرنشین رو برای مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی رو در کوتاه‌ترین زمان از طریق انقلابی که در سیستم حمل و نقل به وجود اومده بود تامین می‌شد و مواد غذایی مازادی که در طول اروپا تولید می‌شد به وسیله راهن و کشتی‌های بخار به آسیا و آفریقا حمل و فروخته می‌شد و نیازهای غذایی این قاره‌ها رو هم تا حدی تامین می‌کرد. در سال 1870 در انگلستان 100 میلیون تن زغالسنگ مصرف می‌شد که معادل 800 میلیارد کالری انرژی بود و این مقدار انرژی برای یک جمعیت 850 میلیون نفری در سال کافی بود، در حالی که جمعیت انگلستان در اون زمان 31 میلیون نفر بود. به علاوه ظرفیت موتورهای بخار انگلستان در سال 1870 میلادی حدود 4 میلیون اسب بخار بود و برابر با نیرویی بود که 40 میلیون انسان میتونستن تولید کنند و این 40 میلیون نفر برای انجام این کار و صرف انرژی نیاز به گندمی به اندازه 3 برابر تمام گندم‌های انگلستان داشتند. پس در اون زمان انسان موفق شد مسخ رو جابجا کنه و بدون اینکه زیر بار فشار افزایش جمعیت کمر خم کنه، تولید و ثروت رو به شکل چشمگیری افزایش بده. اما داستان برای کشورهای آسیایی مثل چین و هند کاملا برعکس بود. به خاطر بالا رفتن شدید تولید در کشورهای اروپایی، این کشورها قدرت رقابت خودشون رو در تجارت جهانی از دست دادن و اقتصادشون سیر نزولی پیدا کرد. این دو کشور حتی بازارهای داخلی خودشون رو هم از دست دادن. مثلا در زمینه نساجی که یکی از مهمترین صنایع در زمان انقلاب صنعتی بود، محصولات انگلستان در زمینه نساجی وارد هند شد و فروش محصولات نخی انگلستان در طول یک سال از 1 میلیون یارد پارچه به 51 میلیون یارد پارچه رسید و 15 سال بعد به 950 میلیون یارد پارچه و این باعث شد که خیلی از کارگاه‌های هندی تعطیل بشه و میزان درآمد سرانه رو مدام در کشورهایی مثل هند کاهش میداد. و جالبه که گاندی رهبر استقلال هند هم مبارزه خودش رو علیه استعمار انگلستان با آتش زدن پارچه‌های انگلیسی و استفاده از پارچه‌های هندی شروع کرد. برای همین امروز در وسط پرچم هندوستان یک چرخ نخریسی قرار داره که نشون دهنده همین سیاست گاندیه. اما به هر ترتیب انقلاب صنعتی باعث شد کشورهای آسیایی که در اقتصاد فاصله‌ای با اروپایی‌ها نداشتند، حتی بعضن جلوتر هم بودند، رشد صنعتی اونها به 1/18 کشورهای صنعتی اروپایی برسه. تکنولوژی ماشین بخار برای کشورهای اروپایی امتیاز خیلی بزرگی بود و کشتی‌ها هم مجهز به موتور بخار شدند و سفرهای دریایی برای اروپایی‌ها خیلی راحت شد. از طرفی توپ‌های جنگی پیشرفت چشمگیری رو تجربه کرد و این امکان مقاومت کشورهای آسیایی و آفریقایی در برابر استعمارگران اروپایی رو خیلی سخت و خیلی وقتها ناممکن می‌کرد. اروپایی‌ها تونستن با کشتی‌های بخار خیلی راحت آب‌های کشورهای دیگه رو تحت تاثیر قرار بدن و به اونها نفوذ کنند و این کشورها هم حرفی برای گفتن نداشته باشند و این موضوع عصر استعمار رو در کشورهای آسیایی شروع کرد.